سلام دوستان، اینجا مغازه منه. 18 سال کارم اینه. 3 ساله این مغازه رو دارم. اینم لباسامونه. این ورودی از داخل پاساژ هستش. اینم لباسامونه، رنگای قشنگ. بعد کل جنسامون از ترکیه وارد میشه. ما 5-6 تا شعبه داریم داخل دبی، ترکیه و تهران، شهرستان‌های ایران. بعد پخش هم داریم. بعد تک فروشی هم که اینجا هستش، در خدمتتون هستیم. اینم فروشگاه ساریکا هستش. اینم مدلامونه. مدلامونو ببینید. این کار پرفروشمونه. تمام سنگ کار شده. اصلا سلام خانم فرهادی، خوبین؟ صحبتون بخیر. سلام باشید. کلا کار دسته، به هیچ عنوان چسب و اینا نیستش. همش ملاحظه بفرمایید، کلا کار دسته ایناش. اینم که کار مرواریدمونه، دیروز به دستمون رسیده. خیلی خوشگله، تا اومد ازش فروختیم. و بعد این کارم که کار بی‌نظیرمونه. سبک یقش متفاوته و یه دامن بغلش داره و اینم کار جذابیه. اینم به این سبک شنلش در میاد. این هستش، در میره. بعد اینم که مغازه است و رنگ بندی کل لباس هست. از هر کدوم مدل لباس 5-6 تا رنگ داره. اینم ورودی از تو خیابونمونه. اینم مدلامونه، ببینید خیلی خوشگله اون کار. اینم خیلی پرفروش. اینم فروشگاه ساریکا. خب لباسی که طرفدار داره رو بذارمش داخل مایکن. بخور بزنم فنرش. بچه این کارمونم خیلی جذابه ها. اینم بهش میگم آمبره. ببینید رنگای پایینش فرق میکنه. مثلا مثل پایینش صورتی داره، ببینید خیلی جذابه. ببینید نقره‌ای هم داره، پایینش نقره‌ای. بچه ها اینو ببینید، بعضی ها مثلا دوست ندارن مثلا باز باشه لباس، از این توره چارلا میکنه میاره بالاتر، خیاطمون پوشیده ترش میکنه. حتی آستین هم به این کار اضافه میشه. اینا هم رنگ بندیاش. بریم این کارا رو بزنیم داخل. این لباسه خیلی خوشگله. بالا تنش رو ببینید داغا، فکر نکنید دست رو میسوزونه. این فنرش رو بزنید. کدوم لباس؟ مشکی 12. رنگ زیتونی شو داریم، میتونه بپوشن. مشکی شاید تن ماکن در بیارم. ببینید این فنر باعث میشه که قشنگ لباس گرد وایسه. ببینید چقدر جذابه، چقدر سر بشه. خب این از تن این باید در بیاریم، اونو بذاریم جاش چون این سایز بندیش تموم شده. سلام. به این صورت در میاریم. بچه ها ماکن سایزش 36ه. خب
من چون سایز 36 لباس مجلسی از 38 شروع میشه، من 40 این لباس رو میزنم تن مانکن. میبینید بزرگه، ولی خب ادیت میشه دیگه. با سوزن هم پشت میگیرمش، قشنگ تو تن دیده میشه. ببینید سوزن گرفته میشه به این صورت. اینم لباس خراب نمیشه ها. ببینید چقدر خوشگله. ببینید این شنل روشه، این شنله میاد به این صورت روی لباس قرار میگیره. واسه تالارایی که مختلف هستن این باعث میشه که پوشیده تر بشه، بتونن راحت تر بشن. داخلش میاد روی پایه، این پایینش درست بشه به این صورت و این میاد اینجا قرار میگیره. این میشه خیلی خوشگله بچه. سعید هستم. چرا مدل جدید آوردم براتون. رنگو ببین، پسته‌ای بهش میگن، خیلی خوشگله. یقش 3 سانته، یقه 3 سانت کلا بچه مد شده. این یه خورده باید گرفته شه از پشت چون سایزش بزرگه، مانکنمون سایزش کوچیک. این هم پشت گرفته بشه. ببینیم الان چی شد. عالی. بچه اینو بذارمش بالا، بذارمش جای این که با این ست بشه. خب چقدر خوشگل شد. خب چون اینم رنگ روشنه، وسط یه دونه مشکی باید بیاد. مشکی اینو میزنیم. سیبشو ببندم. بچه این بالاش دوتا گیره داریم، دوتا گیره رو میبندیم که راحت تر زیب بیاد بالا. خب اینم نیاز به سوزن داره. آره یه کوچولو داره. این سوزنه میاد اینجا، یه دونم اینجا. خیلی خوشگله. این آستینایی که میبینید بلنده دوستان، اینا از اینجا قیچی میشه به این صورت، اندازی دست مشتری گرفته میشه، یه درز گرفته میشه آستین کوتاه. حتی خواستین هم مثلا در میاد. این هم که در بیاد میشه آستین حلقه‌ای. ببینیم چی شد ویترینمون. به به به، ریمندی جذاب. چه راستی کار عروسکی خوشگل هم هستش اینجا. ببینید اینا، این خیلی خوشگله. ببینید، بذار بیارمش اینجا. نه ببینید، اینم خیلی خوشگله. ریمندیاشم اینا کارهایی که بالا تنش کار شده، پایین تنش حالت عروسکی پرنسسی طوری. ریمندی کار کوتاه نقره‌ایشه، گلبه‌ایشه، آبیشه، یاسیشه. اینم یه سبک دیگه شه. بعد ما شعبهاتمون داخل عثمان بی ترکیه هست و دبی. این شعبهاتمونه بچه.
برند ساریکا هستش. پیج رو میتونید فالو کنید. بعد این هم مدل لباس همونه، ببینید اونورش هم هست. این هم که آدرس مغازه است و ما داخل خیابون ونک هستیم و خیابون کار و تجارت، پاساژ مرکز خرید ونک. میبینمتون.